دوستان سلام، به چنل پلاستیکست خوش آمدید. دکتر شهرام جهان آبادی، فوق تخصص جراحی زیبایی پلاستیک و ترمیمی. ما در این سلسله ویدیوها سعی می‌کنیم مطالب مورد نیاز زیباجوهای جراحی پلاستیک را به زبان ساده و خلاصه اما جامع و مستند ارائه بدیم. امروز می‌خوایم در مورد مراقبت‌های پس از عمل لیپوساکشن صحبت کنیم. مورد اول که بسیار مهمه، جهت جلوگیری از ایجاد لخته خون در پاها و آمبولی. ما برای زیباجومون از جوراب فشاری استفاده میکنیم و تا موقع ترخیص جوراب را حفظ میکنیم. همچنین ضروری است که پس از هوشیاری کامل در بخش با کمک پرستار زیباجو حتما از تخت خارج بشه و مرتب راه بره. توصیه میکنیم در صورت امکان پس از ترخیص و در منزل تا 2 هفته به صورت شبانه روزی از جوراب فشاری استفاده کنن و جوراب رو فقط موقع استحمام خارج کنن. مورد دوم، پس از عمل لیپوساکشن زیباجو میتونه 1 تا 2 روز بعد دوش بگیره. البته لازمه در حمام حتما 1 نفر کمک داشته باشه و روی صندلی بشینه و دوش بگیره تا یه موقع دچار سرگیجه و سقوط نشه. مورد بعدی، اولین ویزیت پس از ترخیص از بیمارستان بعد از عمل لیپوساکشنه که بین روز 5 تا 7 لازمه به پزشکتون مراجعه کنید و مورد ویزیت قرار بگیرید. در مورد بازگشت به کار، بسته به سنگینی عمل، مقدار لیپوساکشن و همچنین شغل شما، میشه از 3-4 روز بعد از عمل تا 2 هفته بعد به کار بازگشت. البته در این مورد حتما باید نظر پزشک معالجتون رو سوال کنید. پس از عمل لیپوساکشن شما ممکنه مقداری اضافه وزن داشته باشید، به خصوص در روزهای ابتدایی که طبیعیه و علتش مایعات استفاده شده در حین عمل و ورم در نواحی لیپوساکشنه. ورم معمولا در روز 3 تا 5 به حد اکثر میرسه که جای نگرانی نداره و در روزهای آتی به تدریج کم خواهد شد. در ضمن ممکنه در نواحی لیپوساکشن ما کبود شدگی پوست داشته باشیم که معمولا تا روز 10 از بین میره. تغییرات در ناحیه لیپوساکشن و کانتورینگ مناسب، به خصوص کانتور کمر که بسیار مورد توجه زیباجوهای ما هست، به تدریج در 2 هفته اول بعد از عمل مشاهده خواهد شد. اما یک کانتور مناسب که فرد احتمالاً بتونه ازش لذت ببره پس از 6 هفته قابل مشاهده هست. همچنین با بهبود لایف استایل فرد و افزایش فعالیتش به تدریج نتایج بهتری مشاهده خواهد شد و در نهایت نتایج نهایی ما بین ماه 3 تا 6 پس از عمل لیپوساکشن در واقع مشاهده می گردد. پس از لیپوساکشن در نواحی که این عمل بر روش انجام شده، مناطقی از ورم و مناطقی از سفتی مشاهده خواهد شد که ماساژ لنفاتیک به رفع هم سفتی و هم ورم کمک خواهد کرد. مناسبه که ماساژ را از قبل از عمل جراحی شروع کنیم و در اولین فرصت بعد از عمل با نظر پزشکتون ماساژ رو ادامه بدید. ما از معتبرترین رفرنس های جراحی پلاستیک در دنیا جهت جمع‌آوری این مطالب استفاده کرده ایم. تمام مطالب داخل ویدیو رو با پزشک معالجتون در میون بذارید و در صورت صلاح دید ایشون ازشون استفاده کنید. اگر سوالی دارید حتما از ما بپرسید. ما تمام سوالات شما رو میخونیم و در ویدیوهای بعدی به اونها پاسخ خواهیم داد.